استودیوی پنکه با افتخار تقدیم می کند. هر کدوم از ما در زندگی شخصی خودمون دغدغه هایی داریم. آسیب های روحی و آسیب هایی که توی اجتماع از بقیه میخوریم. ولی از همه دردناکتر آسیب هایی هست که از اعضای خانوادهمون میخوریم. از کسایی که خودشون رو سرپرست ما و خونه ما میدونن. به خاطر همینم تصمیم گرفتم این شغل رو انتخاب کنم، چون بیشتر از هر کسی میتونم درکشون کنم. من به عنوان یک روانشناس به آدم‌هایی که مثل من عذاب کشیدن کمک میکنم. میز غیر حرفه‌ایم، مبلای دست دوم، در و دیوارایی که پر از ترکن. بعضی وقتها با خودم فکر میکنم توی این اوضاع به عنوان یه تازه کار همین دفترم از سرم زیاده. فقط یک نفر این دختر اولین مراجعه کننده منه. احساس میکنم طبیعیه که مضطرب باشم. بفرمایید. سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید بشینید. چیزی میل ندارید؟ نه ممنون. تا حالا به روانشناس مراجعه نکردید؟ نه. چه چیزایی قراره بنویسین؟ هر چیزی که به شما کمک بکنه. خب حرفام که از این اتاق بیرون نمیره. اولین شرط من به عنوان روانشناس شما حفظ اسرارتونه. من اجازه ندارم اونا رو بنویسم یا با کسی در میون بذارم، مگر در یک صورت: این که شما بخوای به خودتون یا فرد دیگری آسیب بزنی، یا اینکه جونتون در رابطه با مسئله‌ای در خطر باشه. خطر؟ کنم خیلی وقت باشه که از خطر گذشته باشه. چرا اینطور فکر میکنی؟ من اینطوری فکر نمی کنم.
اتفاقا برعکس. تو رویام فکر میکنم که زندگی خوبی دارم. توی رویام فکر میکنم که مادرم آزاده و دیگه زیر بار ظلم نیست. اما در واقعیت اینا همش رویایی بیش نیست. خب این خیلی عالیه که برای زندگی بهتر رویا پردازی بکنی. ولی آیا براش تلاشی هم میکنی؟ من هر کاری برای داشتن یه زندگی بهتر انجام دادم، ولی اون نمیذاره. منظورت چیه که اون نمیذاره؟ منظورم برادرمه. میشه جزئی‌تر توضیح بدی؟ من یه پدر مهربون داشتم. مرد نسبتاً ثروتمندی هم بود و کلی دارایی داشتش، برامونم کلی مهر و محبت داشت، تا اینکه 5 سال پیش بیمار شد و از دنیا رفت. بعد از اون دیگه همه چیز دست برادر بزرگترم افتاد. خب مشکل این برادر بزرگتر چیه؟ مثل دیکتاتورا میمونه. چرا فکر میکنی برادرت دیکتاتوره؟ خب برادر منم فقط به فکر منافع خودشه دیگه. قدرت رو توی خونمون به دست گرفت. خب تا حالا سعی کردی برای این مشکل راه حلی پیدا بکنی؟ آره، ولی تو اون حتی منو آدم حساب نمیکنه. همچین آدمی خب چطور میخواد با اون کنار بیاد؟ اصلا من به درک. با مامانم چی میشه؟ ببینید هر مادری واسه بچهش آدم ارزشمندیه، ولی خب اون حتی به مادرم هم رحم نمیکنه. اذیتش میکنه، با کارهای مختلف عذابش میده. خب وقتی اینطوری پیش بره دیگه مطمئنا جونی واسش نمیمونه. میتونم با اسم کوچیک صداتون کنم؟ بله راحت باشید. نیکا بودید درسته؟ بله. خیلی خوب نیکا، میدونم برات سخته بخوای بگی، منم نمیخوام زیاد بهت فشار بیارم، ولی میشه لطفاً بیشتر توضیح بدی از اینکه مثلا چه کارهایی میکنه که به خانواده‌تون آسیب زده؟ خب بعد از فوت پدرم وقتی که برادرم سرپرست خانواده‌مون شد بهمون گفتش که توی تولیده کفشمون کار میکنه، ولی خیلی پول کمی بهمون میداد و بهمونم میگفت شرایط بازار بده. یه 2 سال بعد مامانم چون بهش شک کرد و من گفتش که برم اونجا یه سرکی بکشم که ببینم اوضاع چطوریه. من وقتی رفتم اونجا دیدم که اصلا اونجا دیگه برای ما نبود، مال یه نفر دیگه بود. کلا اونجا رو فروخته بودش و پول خودمون رو به ما نمیداد. پس وقتی که خونه نبود کجا میرفت؟ با سرمایه ما میرفت عشق و حال، رفیق بازی، دختر بازی، قمار. بابا میشه واسم پلی استیشن بخری؟ بابا صدام نکن. علی واسم پلی استیشن میخری؟ ببین من پول برای چرت و پرت نمیدم. ولی اینا پولای بابامه. بعدش چی شد؟ بعدش منو جلوی چشم مادرم کتک میزد و به خود مادرم هم خیلی بی احترامی میکرد و به همین کاراش ادامه داد. بعد اینکه پولا رو تموم کرد شروع کرد به فروختن طلاهای من و مادرم. متاسفم نیکا، تا الان تو شرایط سختی قرار داری، نه راه پس داری نه راه پیش.
نمیتونی برادرتو بیرون بندازی، چون بالاخره اون مرد خونه است و شما بهش وابسته اید. آقای دکتر بهم بگو چیکار کنم الان؟ خب صبر کنم تا مادرم جون به لب بشه یا خراب شدن آینده برادر کوچیک‌ترم ببینم؟ خودت راه حلی داری برای حل این مسئله؟ نه، ولی اگرم راه حلی باشه همین که به نفع مادرم و برادر کوچیک‌ترم و خودم باشه کافیه. خب نیکا، الان عضوی از خانواده تو ظالمه، ولی باید اینم در نظر بگیریم که اون بالاخره عضوی از خانواده توه. اون یه آدم شیطان صفته که هیچ ربطی به ما نداره. به ظاهر آره عضوی از خانواده‌مونه، ولی تو باطن اصلا اینطور نیست. میفهمم چی میگی نیکا، باور کن درکت میکنم. چی شده مامان؟ علی خیلی بده. عذر میخوام نیکا، تایممون برای امروز تموم شده. برای جلسه بعد ازت میخوام که سعی کنی خوبی های درون برادرت رو کشف بکنی. بویی از خوبی نبرده. همه آدما یه جایی توی وجودشون هست که توش خوبی وجود داره، یا حداقل روزی بوده که هنوز آدمهای خوبی بودن. ازت میخوام که حتما جلسات رو ادامه بدی، چون که امروز صرفا ما با همدیگه آشنا شدیم. پروسه درمانت قرار از جلسه های بعدی شروع بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. اولین مراجعه کننده من بیش از حد به کودکی من شبیه بود. نمیتونم از اطلاعات شخصی زندگیش چیزی بنویسم، ولی از زندگی خودم که میتونم. من یک پدر مهربان داشتم. مادرم زیباترین مادر دنیا بود و پدرم عاشق مادرم بود، تا اینکه پدرم از دنیا رفت و یک مرد شیطان صفت به خاطر مال و اموال مادرم باهاش ازدواج کرد. و این وسط من بودم که بزرگترین ضرر رو کردم. من بودم که کودکیم رو از دست دادم. این وجه شباهتمون هم خوبه هم بده. اولین مراجعه کننده من ممکنه کاری کنه تا در حرفه‌ای بودن من لغزش ایجاد بشه. دلم میخواد قانون همدلی و همدردی رو زیر پا بذارم. باید مراقب باشم.
میکنم.